از جمله بسم الله و از جمله لا حول ولا قوة الا بالله. دیشب اشاره کردیم که اگر کسی از خانه خارج بشه این سه تا جمله به ظاهر کوتاه و با اعتقاد بگوید، خداوند به او 4 چیز عنایت میکنه: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. خداوند فرشتی رو مکلف میکند که به او بگوید حفاظت شدی، کفایت شدی، هدایت شدی و شیطان از تو دور شد. چقدر نیاز هست به این که من و تو حفظ بشویم از جانب پروردگار و چقدر نیاز هست که من و تو هدایت بشویم به اون چیزی که ثواب هست، به اون چیزی که صحیح هست، به اون چیزی که درست هست. هدایت به چیز صحیح و درست انسان از خطا و اشتباه در امان میماند و انسانی که از خطا و اشتباه مسئول بماند همیشه قدرتمند است، همیشه توانمند است، همیشه قوی است، همیشه توسعه یافته هست، همیشه بر صراط مستقیم هست، همیشه پیش روی او نور الهی می درخشد، با نور الهی حرکت می کند. چقدر نیاز داریم به این که به این باور برسیم که خدا برای ما کافی است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. الله گفته، ولی ما باید تمرین بکنیم تا به این باور برسیم که الله برای ما کافی است. و چقدر نیاز است که شیطان در ما و توانمندی های ما و سرمایه های ما طمعی نداشته باشد. یعنی ما و شما شیطان و دشمنان و طمعکار نکنیم. معنیش اینه. پس شیطان زمانی طمعکار می شود که ما زمینه طمعکاری او را فراهم بکنیم. دشمن زمانی طمعکار می شود که زمینه طمعکاری دشمن را فراهم بکنیم. وگرنه دشمن قوی نیست، شیطانم هیچ موقع در صالحین و مصلحین طمع نمی کند. اونها محفوظند. خودش هم اقرار کرده که بندگان مخلص تو من قطع امید کردم، هیچ طمعی درشون ندارم، ولی تلاش میکند. اگر تلاشش جواب داد فبها و نعم. حتی در رمضان هم تلاش میکنه، با وجودی که دست پاش بسته است، به زنجیر کشیده شده است، درهای بهشت باز شده، درهای جهنم بسته شده، کار خیر رونق گرفته، شور و شوق برای کار خیر زیاد شده، اعمال صالح زیاد شده، به خیلی از مسائلش نمیرسه، ولی بازم ناامید نیست. بازم بعضی موقع بالاخره همونطوری که دست و پا بسته است وسوسه هایی میکنه.